بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما درسوی خود را دوام میدهیم از کتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، شرح از آن شیخ علامه صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. نعم. موضوع درس امروزه باب فضل التوحید و ما یکفر من الذنوب، باب در بیان فضیلت توحید، برتری توحید و آن چیزی که چکار میکند؟ گناه ها را مغفرت میکند، چون که این من برای چه بیان کردن است، نه برای تبعیض. و قول الله سبحانه و تعالی آنجا که میفرماد: الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. آن کسانی که ایمان آوردند ولم یلبسوا ایمانهم بظلم و ایمانشان را به ظلم آمیخته نکردند، آلوده نکردند. مراد از ظلم در اینجا چی است؟ شرک است. اولئک لهم الامن، برای چنین کسها امن است، یعنی تینجی، امانه و بی خوف و بی خطری. و هم مهتدون، و ایشان هستند راه یافتگان، یا که استواران، یا که توفیق داده شدگان در راه راست. علی قند گفته است که عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أخرجه البخاري ومسلم. از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکنن که گفت وقتی که این آیت نازل شد که الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اون کسانی که ایمان آوردن و ایمان خویش را با ظلم آمیخته نکردن، ما گفتیم ای رسول الله اینا لا یظلم نفسه، کدامی از ما خودش را ظلم نمی کند؟ یعنی هر یک کس در حق خودش چیکار میکنه؟ ظلم میکند. گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم: نه چنانه که شما میگویید لم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان خود را به ظلم آمیخته نکردن، یعنی به شرک. یعنی ظلم معنی چی بوده است اینجا؟ به معنی شرک بوده است. مگر شما نشنیدید سخن لقمان را برای پسرش گفت: یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزندم تو به الله شریک قرار مده، چون که شرک این ظلمی بزرگ است. از همه ظلمی بزرگ چی بوده است؟ شرک بوده است. این حدیثه بخاری و مسلم روایت کرده. شارح می‌فرماید: مناسبت هذا الباب لكتاب التوحید، اکنون مناسبت این باب با کتاب توحید، یعنی این بابی که ذکر میکند به کتاب توحید چی مناسبت دارد؟ می‌فرماید: لما بین في الباب الاول وجوب التوحید و معناه، وقتی که شیخ در باب یکم
واجب بودن توحید را و معنای توحید را بیان روشنی انداخت. بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة. در این باب چیکار کرد شیخ؟ بیان روشنی انداخت فضیلت و برتری توحید را و اثرهای پسندیده آن را و نتیجه های زیبای آن را. التي منها که از جمله یعنی نتیجه های خوبی آموختن توحید از آن عبارت است که آمرزش گناهان لأجل الحث علیه و الترغیب فیه. برای چی این دویم باب را ذکر کرد؟ برای خاطر یعنی امر به توحید کردن و یا که امر به آموختن توحید و رغبت کنانیدن در چه؟ در توحید، تا اینکه نسبت آموختن علم توحید هوسمند شوند. گفته باب هو لغتا المدخل، یعنی باب در لغت به معنای چی بوده است؟ مدخل یعنی درآمدگاه. واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول و مسائل غالبه. و در اتفاق علما باب گفته این یک اسمی رو میگن که اسم لجملة من العلم، یعنی که نام یک دسته علمی بوده است که در زیر این نام چه؟ یا که در زیر همین علم فصل و مسئله ها می آید غالبا. یعنی بسیار وقتا هر جا که باب آمدگی باشد در تحت و بعد از باب چی می بود؟ و فصل ها می بیاید. و بسیار اگر کشود باشد که مسئله ها می بیاید. مثال می گوید که الباب الاول، مثال گریم در فرون باره با می گوید که و فیه 4 فصول، در درنیم بود 4 فصل دیگه هست. امید باب اصلا هم چیزی میگن. نعم. يكفر التكفير في اللغة الستر والتغطية، يعني كفر يكفر تكفير بمعنى چی بوده است در لغت؟ به معنای ستر پوشاندن و تغطیه هم هر روز به معنای پوشاندن میشه. و شرعا محو الذنوب، نیست کردن گناه ها را تکفیر میگویند. حتی یصیر بمنزلة المعدوم، یعنی که تا آن اندازه که همون گناه ها چی میشن؟ به مرتبه یا که به منزله نیست میشن. من الذنوب من بیانیه وليس للتبعیر. من در اینجا میگو به معنی بیان روشنی بوده است، بیان کردن بوده است، برای تبعیض نبوده است، یعنی به معنی بحثی نبوده است. و ذنوب جمع ذنب، یعنی ذنوب جمع چی میشده است؟ ذنب میشده است، یعنی گناه. و هو ما تقبح عاقبته، گناه آن کار را میگن که عاقبتش بد میباشد، قبیح میباشد، ناخوب میباشد. آمنوا صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم ورأس ذلك التوحید. ایمان آوردن یعنی که به قلبشون تصدیق کردن و به زبانشون نطق کردن و به عضوهایشون عمل کردن. و رأس ذلك و اساس آن یا که سر آن توحید است. فهمیدید؟ لم يلبسوا ایمانهم بظلمنا لم يخلطوا توحیدهم، یعنی توحیدشون به شرک آمیخته نکردن. بظلم بمعنی شرک. و ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه. ظلم چیست؟ یک چیز در ناجایش ماندن، یک چیز در غیر جای خودش ماندن. سمی الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها. شرک را نیز ظلم نامیده شد. برای چی؟ برای خاطری آن که همیشه شرک هم ماندن عبادت است در غیر جاش، عبادت در جای خودش نموندن، اینم چی میگوین؟ ظلم میگوین، شرک میگوین. و صرف کردن همون عبادت است برای غیر حق برش، یعنی برای نالایقش. یک از لایق عبادت نیست میگیری همین عبادت در هوای صرف کنی، این چی میگوین؟ شرک میگفتن. الامن اولئک لهم الامن، گفتگو برای اونها امن است. طمانینة النفس یعنی که آرامی نفس و زوال الخوف و نیست شدنی چی؟ ترس و هراس.
أولئك هم المهتدون گفت أي موفقون للسير على الصراط المستقيم ثابتون عليه. یعنی مهتدون راه یابندگان کسانی رو میگویند که ایشان رو توفیق داده شده است بر رفتن در راه راست و استوار و مستحکم و بردم ایستادن در همون راه راست. المعنى الإجمالي للآية اکنون معنای خلاصه نسبتی همین آیه. يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة. الله سبحانه و تعالی خبر داده است که آن کسانی که خالص عبادت را انجام دادن برای الله یکتا و توحیدشون را به یگان نمود شرک آمیخته نکردن، ایشان هستند تنج از تمام خوف و خطر، ناخوشی ها، مکاره در روز قیامت. المهتدون للسیر على الصراط المستقیم فی الدنیا، انا همینها هستند در دنیا در راه راست چه برفتن راه راست هدایت یافتگان. مناسبت الآیت للباب اکنون این آیت به این باب چی مناسبت دارد؟ انها دلت على فضل التوحید و تکفیره للذنوب. این آیت دلالت به فضیلت توحید میکند و به تکفیره للذنوب، یعنی توحید آمرزشی گناهان بودنش دلالت میکند. یعنی کسی توحید آموزد به سبب آموختن این توحید گناهاش الله تعالی میبخشد. ما یستفاد من الآیه، اون فایده هایی که از آیت گرفته می شود. فضل التوحید و ثمرته فی الدنیا و الاخره، فضیلت توحید و نتیجه آن، میوه آن در دنیا و آخرت. ان الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله ان كان اکبر او منقص له ان كان اصغر. شرک این ظلم بوده است، باطل میکرد ایمانی به الله را. کسی ایمانی به الله داشته باشد شرک آورده باشد، ایمانش باطل میکند اگر شرکی چی باشد؟ اکبر باشد. یا که ایمانش چیکار میکند؟ منقص، نقصاندار میکند، کم میکند اگر چی شرکی چی اصغر باشد. ان الشرك لا یغفر، شرک آمرزانده نمیشود، یعنی که الله تعالی شرک نمیبخشد. ان الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة، شرک سبب خوف و خطر است در دنیا و آخرت. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.